بازگشت محمدرضا گلزار به تلویزیون با مسابقه پانتولیگ. این مسابقه با محوریت بازی پانتومیم و به تهیه کنندگی جواد فرهانی تهیه کننده سابق برنامه‌های خندوانه و ستاره ساز روی آنتن شبکه 3 خواهد رفت. اجرای این برنامه بر عهده محمدرضا گلزار و زمان پخش آن هم زمستان 402 اعلام شده است. در روزهایی که تلویزیون بسیاری از مخاطبهای خود را از دست داده است، امیدوار است با محمدرضا گلزار بار دیگر به روزهای خوب برگردد. قهرمان پانتولیگ شو.